ناظران بین المللی از سازمان امنیت و همکاری اروپا که انتخابات پارلمانی قرقیزستان را مراقبت کرده اند، این معرکه را عادلانه نامیده اند. روز دوشنبه در شهر بیشکک آنها ابراز داشتند که انتخابات 4 اکتبر در فضای زنده و دارای رقابت برپا شد. در انتخابات حزب حاکم سوسیال دموکرات پیروز شده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید 2,700,000 رای دهنده ثبت نام شده قرقیز امکان داشتند که از بین نیروهای مختلف از گروه پشتیبانی کنند. ناظران نظام نو بیومتری آوازدهی را تنقید کردند، زیرا در جریان آوازدهی بعضی کمبودی‌های آن آشکار شدند. رای دهندگان زیادی که در معرکه ثبت نام در تجهیزات بیومتری تأخیر کرده بودند نتوانستند در انتخابات روز یکشنبه آواز دهند. در پایتخت سربیا شهر بلگراد اعضای عائله و نزدیکان 2 سرباز کشته شده 11مین سالگرد قتل آنها را به یاد آورده از حکومت دعوت کردند اسرار این حادثه را آشکار کند. جمع شدگان در نزد مکان کشتار سربازان در سال 2004 گل گذاشتند. به قول اعضای عائله سربازان آنها را از آن سبب کشتند که آنها با فرمانده فراری سربهای بوسنیا گنرال راتکو ملادیچ روبرو شده بودند. حالا ملادیچ با اتهام جنایت‌های نظامی در جنگ نیمجزیره بالکان در سالهای 92-95 قرن گذشته محاکمه می شود. تحقیقات پیشکی نظامی مرگ سربازان را خودکشی نامیده بود، ولی نزدیکان سربازان تاکید می کنند که این روپوش نمودن جنایت است. روز یکشنبه 4 اکتبر در اسلام آباد ملتگراهای پشتون تبار اعتراض دایر نموده حکومت فدرالی پاکستان را با ناکامی در تهیه کارت‌های هویت به هزارها ساکن این کشور متهم کردند. کارت‌ها برای آوازدهی و برای به دست آوردن شناسنامه ضرور می باشند. رهبران ملتگراهای پشتون تبار می گویند حکومت پاکستان با خودداری از تقدیم کارت‌های هویت به پشتونها نمایندگان این قوم را تبعیض می کند. اعتراضگران وعده دادند که در دیگر شهرهای پاکستان نیز گردهمایی‌ها تشکیل خواهند کرد.